افشین مقیم سخنگوی کمیته دین تاجیکستان در یک مطلب در صفحه‌اش در فیسبوک ایجاد شدن کدام محدودیت برای برگزاری افطار در ماه شریف رمضان را رد کرده است. افشین مقیم نوشته است: ضمن بررسی مسئله بالا بردن حجم جریمه ها برای ویران کردن قانون تنظیم در پارلمان، مسئله محدود کردن افطار مطرح نشده بود و یک اشاره رئیس کمیته دین سلیمان دولتزاده را برخی برغلط به معنای محدود کردن برگزاری معرکه‌های افطار معنی داد کردند. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین روز 21 اپریل در پی معرفی تغییرات به قانون تنظیم عنعنه‌ها و بالا بردن حجم جریمه برای ویران کردن این قانون بعد بیرون آمدنش از اجلاسیه پارلمان به خبرنگاران گفت افطار باید تنها در دایره عائله گذرانیده شود. ولی افشین مقیم در مطلبش اصرار می‌ورزد که سلیمان دولتزاده را غلط فهمیدند. اما در مورد افطار طور اشاره نمودیم در جلسه مجلس نمایندگان مسئله ایجاد محدودیت در برگزاری این یا آن معرکه، مخصوصاً معرکه افطار، محاکمه نشده است. عین حال برگزاری معرکه افطار نه در حاشیه قانون و در اساس قرار ستاد جمهوریوی وابسته به پیشگیری بیماری‌های همگیر محدود نگردیده است. اشاره رئیس کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسمی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سلیمان دولتزاده در مورد در دایره عائله برگزار نمودن معرکه افطار هم تنها به این معناست که باید در چنین شرایط از همه گونه زیادروی و اسرافکاری خودداری شود. گذشته از این هرچی محدود بودن شماره اشتراکداران دلخواه معرکه از جمله افطار در وضعیتی که هنوز هم احتمال خروج گسترش بیماری سرایتی وجود دارد به سود کار است، نوشته است افشین مقیم. سخنگوی کمیته دین افزوده است که خوب میشد اگر مردم در خیر و صدقه در ماه رمضان و ماه‌های دیگر خود را تنها با آراستن دسترخوان و دادن غذا محدود نمی‌کردند. این را هم باید به نظر گیریم که خیر و صدقه کردن تنها با دادن طعام محدود نمی شود. اگر کسی خواهش خیر و صدقه کردن را دارد با راه‌های این کار را انجام می‌دهد که دیگر نه به توصیه کمیته دین احتیاج می‌ماند و نه کسی هم از خیرش خبر می‌یابد. مثلا چه کسی لذت صحبت با طفلکان یتیم را چشیده است؟ وقتی دو شیرینی در دست وارد یتیم خانه می‌شوی چندین طفلک معصوم ددجان آتجان گفته از بند پایت می‌دارند. این یک دنیای دیگر است. او از مردم خواسته است که پیشنهاد سلیمان دولتزاده را همچون حمله نو به آزادی‌های دینی قبول نکنند. صلاح کار این است که هر گونه توصیه و مشورتی را که می‌تواند به سود ما و جامعه ما باشد محدودیت در آخرین مراسم دینی که مردم حق طعام دادن داشتند دشمنی با دین یا گرفتن پیش روی صدقه عنوان نکنیم. طبیعی است این کار را رسانه‌ها با هدف‌های معلوم انجام می‌دهند.